پیش از همه من میخواستم که با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مراجعت نمایم که از زمره زنان نیز میخواستم که در ساحه دیپلماتی از زمره زنان نیز دیپلمات ها تیار کرده شوند و میخواستم که زن تاجیک میخواستم که همچون زن تاجیک اگر انتخاب گردم میخواستم که همچون زن تاجیک منتالیته زن تاجیک رو با جهانیان شناس نمایم و سیاست پیش گرفته جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو بیرون از مرز کشور با جهانیان معرفی نمایم. برای چی من فکر میکنم که من ازوده همین وای میبرم، چون که من در ساحه کشاورزی من زیاده از 4 سال میشود در لایحه‌های در تشکیلات‌های غیر حکومتی فعالیت کرده ایستادم و زبان‌های خارجی را نقص آزادانه گپ زده میتوانم. زبان‌های انگلیسی، کم بیش آلمانی، روسی، تاجیکی نقص میدونم و در این لایحه‌ها مثال من توسط آزمون با توسط دانش خود مثال انتخاب گردیدم به یگان دستگیری به یگان و من میخواستم که مثال زن تاجیک نه تنها در ساختار مثال دولتی، نه تنها فقط در حدود جمهوری تاجیکستان، میخواستم که بیرون از آن هم زن تاجیک فعالیت نماید و تاجیکستان را به جهانیان معرفی نماید. ممکن زن را جنسی لطیف، ضعیف، مشتی‌پر می‌حسابند. از همین سبب ممکن فکر کنند که ازوده چنین مثال اشغال نمودن چنین وظیفه، ازوده اجرا نمودن چنین وظیفه ممکن نبرایند. از همین سبب احتمال فکر میکنند که پیشنهاد نمودن زنان تاجیک در ساحه دیپلماتی ممکن وای نیست. مثلا در تمام جهان مسئله گندر، مسئله منمی موازنت گندری مثال برای مونده شده در همه ساحه‌ها، مثال در برابر مردها زنها نیز فعالیت در همه ساحه‌ها فعالیت میکنند. برای همین من می‌خواستم که در جمهوری تاجیکستان نیز مثال مسئله منمی موازنت گندری به نظر گرفته شود و مثال زنها هم توانند در برابر مردان مثال فعالیت کنند. اولین مراتب به سامانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سنه 12 آگوست مراجعت کردم و بعداً به همچون مکتوبی چاپی سنه 4 اکتبر سال 2014 با منم قصر ملی رفته در اونجا نامه خود را سپاریدم. پاسخ چی بود؟ با تازه هنوزم پاسخ نگرفتم. وقتی که من زنگ زدم پرسیدم که نتیجه منم و نامه من چی شد، گفتن که ما اینا با حکومت شهر دوشنبه روان کردیم. من گفتم که برای چی برای با حکومت شهر دوشنبه، وقتی که من اون کس گفتن که شما در اینجا همه پرابلمایی که شما ذکر نمودید همشون اوید با مالیوی و اداره. من گفتم شما پایین‌تر نقصر خانه در اونجا نوشتگی که میخواستیم که مثال یکی از ما رو دستگیری کنه که تا که ما مثال خود ما مهنت کرده یکدیگرمون رو دستگیری نماییم. ما در اویله اول 7 نفر بودیم. 1 نفر برادرم رو در جنگ شهروندی کشته شد سال 1992. یگانه برادرم را کشته شد و این زمان ما 6 نفر اپا خواهر هستیم و از این 6 نفر اپا و خواهر 1 نفر هم تحصیلات عالی ندارد و خلاص دیگر 5 نفر همه تحصیلات عالی داریم، دانش خوب داریم و این زمان باشد با سبب منم مشکلی کمی عائله ما با مشکلی مالیوی دچار گشت و 2 نفر هم کودکان خردسال خود را در تاجیکستان گذاشته و در مهاجرت مهنتی قرار دادن بیرون از مرز کشور. و همین خاطر من مراجعت کردم که مثال یکی از ما رو مثال دستگیری نمایند که تا که ما دانش داریم، تحصیلات عالی داریم مثال و هست فقط دستگیری کردن در کار که ما خودمون مهنت کنیم با مهنت حلال خود یکدیگریمون رو دستگیری کنیم.